بنیاد ملی اجتماعی سرمایه‌گذاری تاجیکستان میگوید در 4 سال اخیر برای هزاران نفر نورسان و کودکان مکتب و صنفخانه‌های نو ساخته است. رئیس بنیاد در یک نشست خبری در دوشنبه گفت در این مدت 38 طرح را اجرا کردند که اکثر آنها برای بهتر کردن شرایط تحصیل در مکتب‌ها روانه شده بود. او افزود در اجرای این طرح‌ها خود اهالی و کشورهای خارجی هم سهم داشتند. مبلغ اساسی این گرانتی حکومت آلمان که برابر است با 15,000 حصه حکومت جمهوری تاجیکستان برابر است با 0.3 میلیون دلاری ولايات المتحده آمریکا و سهم اهالی کیان برابر است با 0.2 میلیون دلاری آمریکایی. با شرافت این طرح‌ها در مکتب‌های تاجیکستان برای تقریباً 8,000 نفر امکان تحصیل فراهم شده است. برای اجرای این برنامه‌ها حکومت آلمان 15 میلیون دلار اختصاص داده است. در ولایت ختلان سال گذشته تعداد خانواده‌هایی که از هم پاشیدند زیادتر شده است. با گفته مقامات رسمی ولایت سال 2013 در این ولایت 1845 جفت از هم جدا شدند که در مقایسه با سال 2012 116 عدد زیاد است. بنابر از هم جدا شدن پدر و مادر در این میان بیشتر از 1000 کودک نیمه یتیم ماندند. با گفته مقامات رسمی ختلان مشکلات اجتماعی، نافهمی و ازدواج‌های برمحل سبب نااستواری خانواده‌ها و از هم پاشیدن آنها شدند. مقامات رسمی میگویند تیم روشن کلاب حتما در بازی‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت خواهد کرد. رئیس کمیته جوانان، سیاحی و ورزش در نشست مطبوعاتی در دوشنبه وعده داد که دسته روشن را از هر راه کمک خواهند کرد تا تاجیکستان را در مسابقات بین‌المللی نمایندگی کند. من باور دارم که در همکاری با فدراسیون فوتبال مملکت و شرکت سرپرست و مقامات محلی حکومت دولتی در شهر کلاب تمام چاره‌ها را می‌اندیشیم تا که دسته روشن کلاب در این بازی در این روند بازی‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک نماید. از این پیشتر مربیان دسته روشن قهرمان دو کرته تاجیکستان گفته بودند که بنابر نداشتن پول کافی نمی‌توانند به بازی با دسته الیرموک یمن آمادگی بگیرند. قرار است این بازی روز 2 فوریه در میدان متالورگ شهر تورسونزاده برگزار شود. شاید باور نکنید ولی در شهر قرغانتپه سومین شهر بزرگ تاجیکستان اکثریت چراغک‌های راهنما کار نمی‌کنند. عین زمان در 11 گوشه و محله‌های سیرماشین شهر چراغکان نصب شدند ولی به علت نبود نیروی برق بسیاری از آنها روشن نمی‌شوند. در گذشته شرکت برق تاجیک شکایت کرده بود که کارخانه دولتی وصل و استفاده چراغک‌های راهنما حق استفاده نیروی برق را نمی‌پردازد. کار نکردن چراغک‌ها با گفته رانندگان جان آنها و پیاده‌گردها را در خطر می‌گذارد و حرکت نقلیات در شهر را مشکل می‌کند. اخبار و ویدیوهای از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.